تصاویری که دل هر فوتبال دوستی رو به درد میاره. ستاره پرتغالی که داره با خودش حرف میزنه. میگن رونالدو فقط 3 دقیقه داشت تو زمین با خودش کلنجار میرفته که چرا این موقعیت‌ها رو از دست داده. حتی بهش انگ زدن که مشکل روانی پیدا کرده. ولی خب از شایعات گذشته، رونالدو اولین بارش نیست که اینطوری قاطی میکنه. انقدر آدم رقابت طلبیه و دوست داره از بقیه بهتر باشه که تو یکی از بازی‌های رئال وقتی که عکاسا داشتن از کل تیم عکس میگرفتند، رونالدو روی پنجه‌هاش وای میسه تا از بقیه بلندتر به نظر برسه. حتی یکی از عجیب‌ترین کاراش سر گلی بود که میتونست با سر بزنه ولی با دست به داخل دروازه میزنه. کلاً هم بعد از باخت اعصاب نداره. یه سری با بازوبند کاپیتانیش دعواش میگیره، یه سری میزنه تلفن یه بچه‌ای رو میشکونه. میگن این کارش فقط به خاطر مادرشه. تو یکی از بازی‌ها بعد از باخت نگاش میخوره به نگاه مادرش و میزنه زیر گریه. دار و ندارش هم دست مادرشه. حتی با دوست دختر قبلیش سر مادرش جدا شد، چون اون تنها کسی بود که با کلفتی پول تغذیه و ورزش کریس رو درآورد. بعضی از دوربری‌هاش میگن رونالدو چون خودش سختی کشیده، تو ذهنش مدام به این فکر میکنه که باید گل بزنه، چون میدونه خیلی‌ها از جمله آدمای فقیر و بیکس و سختی کشیده با بردنش خوشحال میشن. اگه طرفدارش هم نیستید، به خاطر تلاش و سختیایی که کشیده قلب پایین و قرمز کنید.